اگه تصمیم گرفتی که پس‌انداز کنی ولی نمیدونی که انتخابت دلار باشه و یا طلا، این ویدیو برای توه. در مرحله اول رشد طلا نسبت به دلار افزایش بیشتری داشت، ولی خب این تنها دلیلی نمیشه که ما بیایم فقط روی طلا به همین دلیلی که رشد بیشتری داشته سرمایه گذاری کنیم. از لحاظ امنیت پس‌اندازی کدومش بهتره؟ فرض کنیم اتفاقی ناگواری مثل آتش‌سوزی و یا سیل طلا نجات پیدا میکنه یا دلار. روی کاغذ 100% طلا از دلار برتریت بیشتری داره که توی واقعیت هم دقیقاً همینجوره. باز هم یک دلیل دیگه، طلا هیچ اتفاقی توی مرور زمان واسش نمیفته. طلا نسبت به هیچ مملکتی نیستش و یا خطاب به هیچ مملکتی نمیشه که امروز روی قدرت باشه و یا فردا روی قدرت نباشه. طلا خودش یک فلز مستقلی هستش که اصلا دلیل این که اینقدر با ارزشه همینه که خیلی سخت از بین میره. این شما هستین که با دونستن و اطلاعات کافی تصمیم میگیرین که روی طلا و